فی جون امروز برنامه چیه؟ امروز اومدیم شیشه گران قدم بزنیم با آقا مهراد رمسر مهراد. محله با کلاس خونه ما بوده اینجا. خیلی تاثیر گذاشت. رویا نباشه. رویا نباشه. دیور اس 720,000 کجا میتونه؟ این دیور اصله. شک نکنه است. مهراد اصله؟ فرعم نیست. آقا مهراد اصله؟ اصله؟ اصل نیست. نه بریم. دست بالا با قیمت دلار صفر شده. گاف میشه پرپس شده است. آقا کدوم اسبی اونجوریه کمرش باریکه پشتش بزرگه؟ اینا اسبای باستانی هست. خیلی بزرگه پشتش گرفت. بریم پشتشو گرفتم. کالج خیلی قدیمیه بگیم کدوم؟ کالج بگیم راست میگه. این خیلی من از قدیم میومدم مدرسه زبان میرفتم میومدم این کالج کتابامو اینجا میگرفتم. چقدر تو با کلاس بودی واقعا. یعنی از ابتدای ویدیو داری فخر می‌پوشی از محلتون و کالجتون. اینجا هم یه دونه خدمات کامپیوتری بود که الان جمع شده. فونیکس بود سالها. این کافه با همین لحظ کافه مون ولی مون کافه است. با همین لحظ اینجا هر سال یکی میاد چرایی میکنه یه شغلی میزنه بعد یه سال جمع میکنه. ان شاءالله موفق باشه. این کافمون ان شاءالله موفق 3-4 سال حداقل بمونه. ان شاءالله به حق علی. املاک مورد علاقه منه. داریم به منطقه مورفی جون نزدیک میشیم. ما سر کوچه بعدش میخوای حالا آدرس دقیق نگی؟ ساختمون رو فیلم بگیریم. اینجا 4 طبقه ساختمون ما ساختیم. 5 طبقه که 2 طبقهش مال ما بود برای ما بود. نونوای لواش بود. خودت هم باشی؟ الانم مادر جان هستن طبقه 4. همه خوابیدن. اما میرسیم به شیرینی فروشی مورد علاقه ما. آره کامل لایجانی یه بار اینجا شیرینی گرفتم. اینو برام بخر. من فکر کنم شما با اون شیرینی فروشی بیشتر خاطره دارین ها. چشم بعد میخرم. سب میشو. چشم بعد میخرم. خب مورفی جونینا از پس از این شیرینی فروشی شیرینی خریدن که آخر همشون یه ریز قندی دارن. هم به خاطر این شیرینی فروشی مادره. بریم رد شیم. تعویض شیف لج گرفتی. پسر چی شده لج گرفتی؟ گوشی میخوای؟ بیا گوشی بگی. این از معضلات با بچه کوچیک بیرون رفتنیه؟ جا من میخوام بدونم مورفی جون مغازه به این شیکی تا خونتون ما چرا این همه راه رفتیم تا رفتیم خرید لوازم؟ یک مادر هر هفته تولد باید. آره جلوه تولد داریم. تولد مامانمه؟ نه تولد بابا. این همسر من هر وقت میخواد یک کیف کفشی چیزی بگیری میاد اینجا. خیلی دوسته واقعا من دوستشم. واقعا چکمه رو ببین مثلا اون چکمه منو خیلی دوست دارم. واقعا دوستشم. واقعا هم لوکسه. کلا شیشه گران یه جو زنده ای داره. همیشه هر وقت میاد. حالا امروز ما چهارشنبه سه‌شنبه اومدیم. باز خلوته. ولی اینجا قلقله است. ما این موقع اومدیم که بتونیم راحت کلیپ بگیریم دیگه. بعدا نمیشه زیاد اینجا کلیپ گرفت. آره الان به نسبت خلوت. این هم یه آرش قدیمی 100 سال اینجا و دکورش هم عوض شد. این خیابون اصلی شیشه‌گران اینه. یعنی همه به اشتباه کل این خیابونی میگن شیشه‌گران ولی شیشه‌گران اصلی اینجاه. دقیقاً. آره. میوه فروش محله. این سگ کوچه. این خیابونی میگن شیشه‌گران اصلی. کل این خیابون بهشتیه. این مغازه ستاره هم قدیمیه. این کوچه هم کوچه باحالیه.
دور تا دورش مغازه هست. آقا مهرچی امروز لج داری بیشه، این کلاه رو دوست نداره دیگه. زیباییم داجان شهر کافه های فراوان. این کافه میمه این بالا بابا مدیونی نگه فکر کن اینجا تازه آزادی شده. اینجا آزادی بود. اون موقع که آزادی که جا نبود اینجا آزادی بود. همینجا لایجان کافه. چی شد؟ تو پسر ما برخورد کرد. پسر ما رو زد. نظر چی بابا؟ اینجا محله شدیده. محله شدیده. بی دیگه فکر کنم باید یه تبدیل شیفتی هم داشته باشیم. حالا بریم برگشت رو من میارم. حرفم اینه که با بچه کوچیک هم میتونیم این دور بزنیم. حتما لازم نیست بشیم تو خونه بچیبیم تو خونه. آره دقیقا. هدف من از این گردش هاییم. دقیقا. ما همچنان در حال رفتنیم و همچنان نرسیدیم. من واقعا خیابون به قشنگیه. من واقعا خیابون به قشنگی شیشه‌گران ندیدم. واقعا جدی دارم میگم. واقعا مغازه‌هاشون خیلی خوشگله. آدم‌هاشون خوشگله. ممنونیم از شما که اینجا زندگی می‌کنی و ما رو با اینجا آشنا کردین. بله این آقای لوس الان پیش من داشتی گریه می‌کردی. بله میرسیم به کافه لاکچری شهرمون، کافه میورا، کافه 9. فوق‌العاده. ما رو می‌بینیم تو. آره. از یه هفته 8 بار اینجا داره استوری می‌زنه. برگردیم؟ خسته شدی؟ سال پیش یکی از تک مغازه‌ای که هنوز هست و همون شغله این خوراک و خورشیده. بله. این هم از قدیم بوده و هست. آره و واقعا هم خوشمزه است. من مورفی وقتی با هم دوست بودیم. قدیمیه نه؟ این چند ساله؟ خیلی قدیمیه نه؟ ولی اسمش عوض شد. اول بود کافه کندو، یعنی اسنک کندو، الان شده مزه. این هم تنها جدیده، اینا هم مغازه. نه این جدید نیست. نه این جدید نیست. من خیلی وقت دیدمش. خب آقا مصطفی چند سال تو شیشه‌گران زندگی می‌کردی؟ یه 15 سال. 15 سال؟ چند سال از عمرت تو مشهد زندگی می‌کردی؟ 10 سال. 10 سال. 12 سال مشهد. پس بیشتر لاهیجانی هستی تا مشهدی. مشهد به دنیا اومد. اما پسر من کاملا لاهیجانیه. یه لاهیجانی اصلی. کارگر به دنیا نه اومده. نه کارگری هست. برگشتیم دوباره رسیدیم. دوباره به این کافه خوشگل رسیدی. مغازه قشنگیه. لبوبو جاییه. لبوبو خوشم نمیاد. تو خوشت میاد؟ خیلی مغازه خوشگلیه. چی نوشته؟ مغازه مارکوتش اسم غریبی داشته. 100 میلیون اجارهش. 100 میلیون آها اجاره. فکر کردم رهنشو میگی. رهنش بیشتره. دیوی نیاز دادا دادا تو آسیبشو درست کن. آخه بچه‌م آسیبشو من از اینا باید بگیرم. آره من خیلی دوست دارم.
خیلی دوست دارم. بگیر واقعا برام ممنون میشم من بخریم. نداریم بخر کلیخ انشالله حمایت کنین، سابسکرایب کنین، بذاریم ما درآمد دلار یکی دیگه سابسکرایب کنیم میشیم 1000 نفر. بگو یه جمله میگفتی. If you follow me until 1000 people I get money. چه لحظه انگلیسی و مشهدی رو با هم قاطی کردی؟ منو بگیری مهراده دیگه یه زن تو بیا. بله آقا مصطفی قراش داره شروع میشه. بله دوستمونم تو کلیپ قبلی بود. آره الان اومده شیشه هر جا ما میریم دنبال ما میاد. واقعا خوب میزنه. ضد جاذبه دیگه. خب چیکار کردی؟ آهنربا یعنی؟ میتونه آهنربا هم باشه. خیلی باحاله. اینا خیلی باحاله کهکشان توشه. ولی من از این خوره میشم. چیزای خفن. برای تولد من از این چیزا بگیر. چی کدومش مثلا؟ کره رو. کره؟ این مانکی دیلوفیه. چون که جک اسپاروه. این واتر بندر اینو نمیدونم. اساسین کرید. خوشحالی نه؟ دیوونه بار. آقا مهراد چی؟ خب امیدوارم که از وداگ ما خوشتون بیاد. شیشه گرم چطور بود؟ زیبا بود. البته ما به احترام مردم اصلا فیلم نمی‌گیریم. آره سعی کردیم بخوریم. حریم خصوصی دیگر رو رعایت کنیم. گذرا. آره ما رو سابسکرایب کنید. ویدیومون رو لایک کنید. لایجان پرچم زمین خالیه که تو شیشه گران سالها افتاده، ما نمیدونیم مال کیه. سالها این زمین خالی هست. جلوترش هم مسجد آست حسینه. این هم که سیتی سنتر لایجان، یه دونه گرند سنتر هم جلوتر هست، بالاش باشگاه ورزشیه خیلی لاکچری. این هم مسجد آست حسین که من خیلی بهش اعتقاد دارم، نظرم کردم تا حالا. منم چند بار ناز کردم واقعا. جواب گرفتی؟ آره واقعا. محل دور دیگه. شیشه هم ترافیک همیشه ماشینا میرن میان دور میکنن. حالا اگه شما از هر جای ایران هستی بگید کدوم محله شهرتون شبیه شیشه گران لایجانه. این هم آست حسین، این هم پارک گلها. بچه ها میان تو پارک گلها بازی میکنن. همسر عزیزم تموم شد. این قسمت هم اشکال نه. واقعیت میتونم اینجا بشینم. اینجا میشینم. میتونم اینجا بشینم. اینجا بشینم. اینجا کثیفه که. نازله آه کجا؟ اینجا تصویتی مورد علاقه ماست. آقا مهراد حالا مهراد دست بزنه. حالا مهراد بزنه. نوبت مهراد مورفی یه ذرت مکزیک فوق‌العاده بهتون خواهد. روی آست حسین، پارک گلها.